بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همدیاران عزیز و مسلمانانی که از دور و نزدیک ما را تماشا میکنند و از سوالهای ما استفاده میبرند، اولا همه مردم شریف زیبای مردم تاجیکستان را خود در داخل باشند، خود در خارج باشند، خود در مهاجرت باشند و عید سعید قربانی می آمدگی تبریک و مبارکباد گفته و خداوند جل و علا همگی مردم زیبای تاجیکستان ما را خداوند با این عید زیبا صحت و سلامت و خرسندانه برساند و همه مشکلاتی که در خاندانشان دارند، کسلی ها دارند، خداوند بیماراشان شفای عاجل و مشکلاتشان الله سبحانه و تعالی حل بگرداند. خب بعدا برادران ارجمند بعضی سوالات، بعضی برادران سوال های دادن. پیش از جواب دادن سوال برای همه مردمی با عقل شریف زیبای تاجیکستان همه را رساندنی هستم که سوال و جواب، یک مسئله را جواب گفتن کاری آسان و یعنی شوخی ندارد که سبحان الله یک کس در افیر برآمده چیکار کند، با مردم صحبت کند و هر چی که بخواهد گپ زند. من از همه مردمی با عقل تاجیکستان، مرد و زن، خرد و کلان همه را گفتنی هستم که و برای شما میرسانم که بعضی ها خواب واهمه میکنن که فلان حضرت ایتا گفت، فلان کتاب ایتا گفت. من برای شما یک جواب میگم. امام مالک رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه که چهار مذهب اهل سنت و الجماعه، اول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، دوم امام مالک رحمت الله علیه، سوم امام شافعی رحمه الله و چهارم احمد بن حنبل رحمت الله علیه. این چهار مذهب اهل سنت و الجماعه اینا شخصیتای نبودن که هوایی گپ زنند. اینها مصدر اصلی دلیل های اینها قرآن و سنت بود. امروز که بعضی انسان ها یا که بعضی جوان ها در شبکه ها برآمد میکنن، از یک کتاب میزنن ورق که فلانی گفته، برادر دروغ نگو، از خدا بترس، شرم بدار، تعصب تا یک سو پرتو، تقلید کرانت یک سو پرتو. این عیب است، شرم است که تو اگر تو تعصب تا تو اگر تقلید کرانت یک سو نپرتوی به حقیقت رسیده نمیتوانی. برای همین سبب حضرت امام مالک رحمت الله علیه با همراهی شاگردانش بالای قبر پیغمبر علیه السلام می آمد، گریان شده می گفت که ای شاگردان من و این مردمی که شما دعوا میکنید که مسلمان هستیم، شما بدانید قول همه را رد کرده می شود، قول هر کس رد کرده می شود. میگه که ما زیدش میبرم، قولی خیل نیست، مگر اشاره میکرد به سوی صاحب قبر که مگر سخنی همین شخص رد کرده نمی شود. لیکن متاسفانه بعضی برادران میبراین که میگن که فلانی تا گفت، حتی از تعصبی دلش که پر از تعصب است بیچاره و خب تقلیدی کنار که دارد، حتی نمیدوند که زیدی سخن الله برآمده است، زیدی سخن پیغمبر برآمده است. برادر ارجمند، آیا در نزد تو سخن الله قدر ندارد؟ آیا در نزد تو سخن پیغمبر علیه السلام قدر ندارد؟ من برای شما از سخنهای حضرت یکی از خیلی عالمان بزرگی مذهبمون که ملا علی قاری خدا رحمتش کند 1014 از دنیا رفتگی است، یک سخن زیبا دارد. میگه که برادران ارجمند، اگر کسی در کار باشد، همه کسی شرح الوقایه داشته باشد، پیش از کتاب طهارت یک خیلی دربارش خب یعنی علامه خیلی یعنی صاحب مجموع الفتاوا بسیار سخنهای زیبا گفتگی است در اونجا. بعد قولی همین کی را میارد؟
قول حضرت ملا علی قاری را میارد، میگه شما ای خواننده ها، ای طالب علم ها، شما میگه چی نشوید، شما تعجب نکنید از این کتاب های کلانی که یا که شرح های کلانی که بسیار شرح ها 10-20 جلد دارن، از این کتاب های کلانی که نامشان لقب های بسیار ماندن، فلان فلان بسیار لقب ها ماندن، از اینها شما خفه نشید. اینا حدیث نمیدونن، اینا از حدیث بیخبرن. یک کس تفسیر هم نوشته است لکن بیچاره از حدیث بیخبر است، یک کس فتوای بسیار نوشته است لکن حدیث صحیح را از ضعیف جدا کرده نمیتواند. برای این سبب قومای عزیز، برای همه مردم زیبای تاجیک خواهش میکنم که هر کسی که گپ میزند همین سوال بکن: برادر تو از کدام با کدام دلیل جواب میگی؟ بگو فلانی. گو برادر فلانی از خودت. خب فلانی دلیلش از کجاست؟ از صحیح بخاری است، یا که از صحیح مسلم است، یا که از سنن ترمذی است، یا که از سنن ابو داود است، یا که از سنن ابن ماجه است، یا که از سنن نسائی است. که دلیل از کجا میاری؟ انمی قبول مسلمان مردم عقلش کار کند که خب بگو برادر تو خوب ملا کو همین برای همین فتوا از کدام همین مصدرها، از کدام آیت و از کدام حدیثی که کتاب های مشهور است که در بین مسلمان های جهان، که از همین 6 کتاب که دلیل بیار کی گفته است ایره؟ به همین خاطر الحمدلله العالمین این بازی چه نیست از دین ما. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به دلیل گپ نمی زدن، حضرت امام مالک به دلیل گپ نمی زدن، حضرت امام شافعی رحمت الله علیه به دلیل گپ نمی زدن، و حضرت خب احمد بن حنبل رحمت الله علیه 1 میلیون حدیث میدونست، به دلیل گپ نمی زدن اینا. برای همین سبب الحمدلله العالمین از همین مردمی عاقل زیبای تاجیکستان امیر رساندنی هستم که هر کسی که گپ میزند بگو برادر مان کتاب ده، کتاب و دلیلش چی است؟ که از قرآن کدام آیت، کدام سوره و کدام کتابایی که احادیثی که مسلمان های کره زمین 2 میلیارد مسلمان، ما مسلمانیم الحمدلله، که دلیل از کجاست؟ از صحیح بخاری است، یا که از صحیح مسلم است، یا که از سنن ترمذی است، یا که از سنن ابو داود است، یا که از سنن نسائی است، یا که از سنن ابن ماجه است. که برادر دلیل بیار، زیغ نشید برادر، ملاگی در خودت، داناگی از خودت، نگو که فلانی تا فلانی، فلانی ای خودت برادر. بسیار آدمایی که نام دارن حدیث نمیدونن. برای این سبب از شما خواهش میکنم خفه نشید شما برادران که این دین است. الله سبحانه و تعالی در قرآن چی میگه؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بیار دلیلتون اگر شما راستگو باشید. نگو کتاب نخوان، کتاب دروغ نخوان که فلانی تا فلانی نگفتگی نیست، در حقش تهمت است. یک کسی دیگه از نام روی نوشته است. حتی ما در کتاب های معتبر دیدم که بسیار نامش کلان است که در مردم مسلمان بسیار نامش اعتبار دارد و بسیار نامش بزرگ است. حتی صاحب کتاب گفته است که تو ما را به خون حیض زنا بنویسید، تو ما را به پیشای مردا بنویسید. ای بسی گپو، یک از نامی بسیار کلان دارد. حتی ما برای شما یک نامی کلانه تفسیر قاضی بیچاره همین قدر مشهور است، نه که حدیثی که نمیتونید بیچاره حدیثای موضوع را آورده است، یا که علامه زمخشری تفسیر دارد، بسیار خب مجتهد علمی صرف و نحو است، یکی حدیث بیچاره دور بودن. یا بسیار کتابای هستند که قومای عزیز نامای کلان دارن، بعد واهمه میکنیم که این اصولی است و فلانی است. بیچاره حدیث نمیدونستن، از حدیث مسکین بودن بیچاره. برادران ارجمند شما خفه نشید. برای همین سبب سبحان الله این دین است. فقط در نزد الله ما جواب میگیم برای هر سوال و جوابی که ما و شما میگیم. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. با یک کس رقیب عتید، با یک کس برای با واهمه کنه که فلانی حضرت این خیلی گفت و من حضرت به خودش، خدا رحمت کنه حضرتاته. تو بیار دلیل تا سبحان الله کو قرآن چی میگه، حدیث چی میگه. برای این سبب الحمدلله العالمین قولیه فلانی در پیش ما هیچ قدر نداره. اگر سخنش موافق قرآن و سنت نباشه دلیلش ما قبول نداریم. بچم خود تزیق نکن، خود شرمنده نکن. چه هوایی گپ میزنی؟ چرا از پیش خودت گپ میزنی؟ ای بس بچم این قد انصاف کو، تعصب یک سمان، تقلیدی کرکرانت یک سکو. بعد میشه آدمی خوب تو تعصب یک سو نکنی، تو کینت یک سو نکنی، تو حقیقت فهمیده نمیتونی. برای این سبب الحمدلله العالمین چند سوالاتی که برادرها کردن موافق قرآن و سنت الحمدلله العالمین